برای این افراد اینجا آخر دنیاست. انسان‌هایی که در زمان زنده بودن دستشون از دنیا کوتاه شده. وقتی این بندگان خدا درد و عفونت دارند، دیگر هیچ پول و خیراتی نمیتواند به دادشان برسد، چون کسی حاضر نیست این افراد را در داخل مطب خود پذیرا باشد، چون کثیفند، چون کنترلی روی اعصابشان ندارند. هر دردی رو میتونن تحمل کنن الا درد زندگی. خیرات به روش پول خوب است، ولی پول باید به چه کسی برسد تا خدمات ارائه دهد؟ وقتی بعضی ها حاضر نیستند حتی به این فرشتگان خدا دست بزنند، کسانی که دنیایشان خلاصه شده به یک سالن و یک اتاق. از همکاران عزیزم خواهش میکنم گوشه ای از فعالیت حرفه‌ای خودشان را اختصاص به درمان این گونه افراد بدهند که صبح منتظر آمپولشان هستند که تا شب دیگر چیزی در یادشان نماند. تنها هدفم اینه که این روند بین همکارام ترویج پیدا کنه. من عاشق خدمت کردن به این فرشته ها هستم.